شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. این حلقه 14 نوبتی ما از آموزش مسائل ماه مبارک رمضان است. باذن الله تعالی در این حلقه مسئله یا موضوع صدقه کردن در این ماه و فضیلت آن و البته پرداختن زکات و فضیلت آن بیان و شرح و توضیح داده می شود. برادران و خواهران بزرگوارم، این ماه بزرگ است، ماه اجر است و ثواب است، ماه جمع کردن تمام برکات و دریافت کردن رضای الله سبحانه و تعالی است. این ماه است که تمام نمود عبادت را در بر گرفته است. ماه است که ذکر دارد، تلاوت قرآن دارد و این ماه قرآن است. ماه است که قیام دارد، رکوع و سجود و عبادت جسمی دارد. و این چنین این ماه صدقه است و ماه نفقه است و ماه پرداخت زکات است. پس تمام نمود عبادت زبانی و عبادت جسمی و عبادت مالی در این ماه جمع شده است. یگان شک و شبهه نیست که هر صدقه‌ای که در این ماه از انسان بیرون می آید و هر خوبی و معروفی که از انسان به وقوع می پیوندد، اجرش و ثوابش نسبت دیگر ماها زیاد است و پر اجر و پر برکت هست. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میگویند، متفق علیه است: فاتقوا النار ولو بشق تمره. از آتش دوزخ بترسید اگرچه با نصف یا جزء از خرما باشد. خرمای خشک عربی که کوچک است، مثل زردالی ما هست، اگر به نصف یک خرما باشد هم از آتش دوزخ بترسید، یعنی خود را دور بکنید. نصف خرما باشد هم صدقه بکنید. صدقه کردن بسیار بودنش یا کم بودنش اعتبار ندارد. صدقه کردن به آن چیزی که میتوانید همون را صدقه کردن مهم است. یک انسان میلیارد پول دارد، از این میلیاردش $1000 صدقه میکند. ما میگیم کم است، به نظر بسیار است، اما در نزد میلیارد 1000 هیچ چیزی نیست. اما یک بیچاره $100 پول دارد، از $100 $2 صدقه میکند. میگویم این بهترین است. پس در حالت صدقه کردن شما دانید که این عمل را خالصا لله سبحانه و تعالی به خاطر الله انجام بدید، نه منت، نه خودنمایی، نه ریاکاری و نه چیزی دیگر، بلکه به خاطر الله سبحانه و تعالی. و بعد از این همچون زنده کردن سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی از رسول الله صلوات الله ربی و سلامه علیه نمایید و در این عبادتتان حب و عشق الله را و این چنین
امید به الله از جنتش و این چنین ترس از الله و از قدرتش و از جبروتش و از آتش سوزان جهنمش را داشته باشید. این دو چیز، اخلاص و پیروی، این رکنهای عبادت است. تمام عبادتی که از این دو رکن دور است قبول نمی گردد و قدر و منزلتی در نزد الله ندارد، که باید هر یک مسلمان در تمام عملش و عبادتش اخلاص و پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم را داشته باشد. و این سه چیز، محبت و ترس و خوف و رجا، این شرط های عبادت است که این چنین به این هم عبادت درجه اش و منزلتش پایان خواهد رفت. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، از آتش دوزخ خود را نجات بده در روز زندگیت، در اون روزی که نفس میکشی و توانی صدقه کردن داری. با چی چیزی میتوانی صدقه بکن؟ کم است یا زیاد فرقی ندارد. مهم این نیت تو هست که این عمل را به خاطر الله انجام میدهی. بارک الله فیکم. اما باید بدانی که این صدقه در دفتر اعمال تو نوشته خواهد شد و این صدقه برهان تو، نور در روز قیامت برای تو خواهد بود و این صدقه دستگیرنده تو در روز قیامت، در روز وزنینین خواهد بود و این صدقه بلا دور کننده بلاها و آفتها و ضررها از تو اهل عائلت خواهد بود. و در حقیقت این صدقه الفتی برادری مسلمانی را، حب و عشق را در بین مسلمانان زیاد خواهد کرد و این صدقه تو یک مسلمان بیچاره ضعیف را قوی خواهد کرد و یک کسی که در دسترخانش نان ندارد، ناندار و در دسترخانش را زیبا قرار خواهد داد. پس برادر عزیزم، این صدقه که تو میکنی در این دنیا و آخرت به تو اجر و ثواب و فایده ها خواهد آورد و این صدقه که تو میکنی در این دنیا در حقیقت الله سبحانه و تعالی ده ها، صدها، هزارها مراتب زیادتر به تو خواهد گرداند. والله قسم به الله، خودی بنده مشاهده کرده ام که در این زندگیم وقتی که صدقه کمی میکنم به من نه زیاده از 10 مراتبه، حتی زیاده از 1000 مراتبه هم مشاهده کرده ام. امروز صدقه کردم، روزی دیگر بر میگردد و این چونین به دفتر اعمالت نوشته خواهد شد. پس از این هم مگر عملی خوبی وجود دارد؟ پس از این هم مگر دین خوبی وجود دارد؟ پس از این هم مگر اله و معبود رحمان و رحیم دیگر وجود دارد؟ لا والله وجود ندارد. الله ما الله رحمان و رحیم، دین ما دینی آسانی و رحمت و مشقت، البته رحمت و شوقت، و صدقه ما برهان و نور و نجات و شفا بر ما و شماست. پس برادر عزیزم، زکات یا که صدقه به چندین نمود تقسیم می شود. صدقه که فرض است به مانند زکات و صدقه که مستحب است و صدقه که مندوب است. صدقه مستحب صدقه است که انسان کسی را خواست و در کدام روزی که خواست به او صدقه می دهد. چیزی که می تواند، از پول است و مال است یا از خوراکواری است و لباس است، چیزی که قدرتش به اون می رسد. و زکات این دادن 2.5 فائزی مال در یک گردش پول شما در یک سال به 8 قسم از قسمهای انسان که اصلش به فقیری و حاجتمندی و درماندگی باز می گردد. بارک الله فیکم. زکات در لغت چی معنی دارد؟ زکات در لغت این سبزیدن، برکت، درست شدن و صحیح شدن، پاک شدنی حسی و معنوی، مدح و ثنا و ستایش، زیاد شدن و همه این البته معنای زکات در لغت است. اما در شریعت پرداختن مال معین از مال معینی که در یک سال دور زده است به فقیران و مسکینان و حاجتمندان امت اسلام.
پس زکات مسلمان از دو چیز حساب کرده می شود، از نقره و از طلا. از نقره از 590 یا 86 یا 90 گرم و از طلا از 85 گرم. وقتی که پول انسان به خریدن یا که معادل و برابر 590 گرم مقدار نقره شد یا که معادل و برابر 85 گرم طلا شد، وقتی که پول انسان برابر این مقدار طلا و نقره شد، در این حالت و همین پولش 1 سال دور زد در تجارتش یا در جای دیگر این پول باقی ماند، به این مرد و زن و کودک و دیوانه کسی نباشد دادن زکات از این مقدار پولش 2.5 فایزش را برآوردن و به حاجتمندان و درماندگان و غمبغلان پرداختن فرض است، فرض عین است. بارک الله فیکم. پس زکات شرط دارد. شرط اولش اسلام است. کسی که مسلمان است زکات دهد، البته رکن اسلام را به جا آورده است و ثواب و اجر گرفته است. اما کسی که مسلمان نیست و کافر است، وقتی که زکات میبرارد، زکات اون همچون زکات قبول نیست، برای که این کافر است. پیش از زکات برآوردن باید لا اله الا الله محمد رسول الله را قبول بکند، نطق بکند، فهمد و رکنهایش و شرطهایش را به جا بیاورد. و بعد از این رکن دومش، انسان باید از پول مال خودش زکات بدهد، از پول مال کسی دیگر زکات ندهد. مقصد انسان نمیتواند که از پول مال برادرش زکات برآورد، پول مال برادرش را حساب کند یا که پول مال همسایه‌اش را زکات بدهد. هر یک کس از پول مال خودش زکات میدهد. البته اگر بعضی از انسان ها مثلا بگوید که برادرم پول مال مرا حساب کن زکات مرا بده، در این حالت جایز است اگر خودی زکات دهنده بگوید. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، شرط سوم زکات دادن این است که پول شما به مقدار معین زکات رسیده باشد. خیلی که گفتیم 20 مسقال طلا یا که 85 گرم طلا یا که 590 گرم نقره برابر شده باشد. و شرط دیگرش و چهارمیش این است که این پول مال شما 1 سال دور زده باشد، یعنی همین روزی که به دست شما این پول رسید تا سال آینده همین روز این پول در دست شما، در تجارت شما، در زندگی شما دور زند و نابود نشود. در این حالت بعد از 1 سال پرداختن زکات برای شما فرض است. البته از تمام نمود چیزها زکات داده می شود، از گوسفند، از گاو، از اسب، از شتر. البته از اسب بعضی از علما گفتند، اما علمای دیگر میگن که صحیحش از اسب زکات داده نمی شود، بلکه از بز نر و ماده و از گوسفند نر و ماده و از گاو نر و ماده و از شتر نر و ماده، اما از دیگر حیوان ها داده نمی شود. بارک الله فیکم. و این چنین از میوه هایی که شما باغ هایتان می دهید، این را عشر می گویند. و از پول مالی که در تجارتتان دارید از این زکات می دهید. حتما است پول مالی که در تجارت هست این را حساب میکنید و پول مالی که در دور زده می ایستد این را حساب میکنید و از همه این زکات می پردازید. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، زکات این فرض است. الله رب العزت و الجلال پرداختن زکات را در قرآن عظیم و شان به من و شما فرض قرار داده است. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. ای مسلمانان، ای امت اسلام، نماز را ادا نمایید، بجا بیاورید، برپا دارید و این چنین زکات را بپردازید و با همراهی رکوع کنندگان، نماز خوانندگان نماز خوانید. و الله سبحانه و تعالی در جای دیگری قرآن میگه: و آتوا الزکاه، ای امت اسلام زکات را بپردازید، زکات بدهید. و این دلالت، این صیغه که در اینجا آمده است کلمه صیغه امر است. و الامر يدل على الوجوب، امر دلالت به وجوب میکند، خیلی که در علم اصول فقه معلوم شده است. و الله سبحانه و تعالی میگوید: و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. ای مردم، به مردم دیگر، به انسانها به خوبی صحبت بکنید، گفتگو نمایید
و نماز را ادا نمایید و برپا دارید و زکات را بدهید. بارک الله فیکم. و الله سبحانه و تعالی در سوره معارج میگه والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. مؤمنان واقعی همان مؤمنانی هستند که در پول و مال و اموالشان حق معلوم معینی را دارند که برای سؤال کنندگان، پرسندگان، محتاجان و محرومین، بیمالان و فقیران می پردازند. حق معلوم یعنی مالی که برآوردنش، اخراجش ضرور است و حتمی است به قدر معین و معلوم که زکات است. و الله سبحانه و تعالی می گوید فی اموالهم حق معلوم، البته این را زکات میکند. و در آیت دیگر الله سبحانه و تعالی می گوید وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. نماز را بخوانید، زکات را بدهید و هر آن چیزی که شما از نفستان تقدیم کرده اید و گذاشته اید، حتما از این خیر و سخاوتی که گذاشته اید در نزد الله میابید و پیدا خواهید کرد. یعنی این صدقه و زکاتی که شما در این دنیا پیش از مرگ می پردازید، صدقه می نمایید، دانید که در نزد الله همه این صدقات شما به شما گردانیده خواهد شد. یعنی شما این پرداخته اتون نابود نخواهد شد. پس صدقه را با طیب نفس، با نفس خوب، بی‌کراهیتی، با دوستداری و عشق و محبت بپردازید. الله سبحانه و تعالی میگوید و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اقرضوا الله قرضا حسنا. نماز را بخوانید، زکات را بدهید و به الله سبحانه و تعالی قرض حسنه بدهید. الله رب العزة والجلال بی نیاز است. الله سبحانه و تعالی ذاتی است که به اون قرض داده نمی شود. اما به الله قرض دهید معناش این است که شما به الله بپردازید و در روز قیامت باز به نزدتان باز میگردد. به نصرت الله، به دینش، به نصرت شریعتش و به نصرت کلمه لا اله الا الله و به نصرت مستضعفین و به نصرت ضعیفان بپردازید. الله سبحانه و تعالی میگوید و اقمنا الصلاة و آتینا الزکاة و اطعنا الله و رسوله. البته نماز را بخوانید، روزه را، زکات را بدهید و الله و رسولش را اطاعت بکنید. این صیغه زن هاست. یعنی ای زن ها شما هم زکات خود را بپردازید. چقدر زن های میلیونر امروز وجود دارند. زکات خود را بپردازید و اطاعت الله رب العزة والجلال را نمایید. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. پس معنای این آیت ها این است که زکات فرضی خود را در یک سال یک بار بیرون بکنید. الله سبحانه و تعالی در سوره مؤمنون میگوید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. به تحقیق مؤمنان نجات یافتند، همان مؤمنان نجات یافتند که در نمازشان خشوع داشته باشند، از الله بترسند. و آنان همان مؤمنان نجات یافتگانند که از لغو و بیهوده اعراض و دور باشند و همان مؤمنان نجات یافتگانند که در زکاتشان فاعل باشند، زکات را زود در وقتش انجام بدهند. بارک الله فیکم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هر آینه و البته به تحقیق هر آنانی که ایمان آورده اند، عملی صالح را انجام داده اند،
نماز گذاشته‌اند و نماز را برپا داشته‌اند و زکات خود را پرداخته‌اند، برای اونها در نزد ربشان و پروردگارشان و معبودشان و الهشان الله رب العزت و الجلال اجر زیاد است. اونها نه ترس دارند و اونها نه حزن دارند. خوف ترس برای اونها نیست و حزن غمگینی برای اونها نه در دنیا و نه در آخرت وجود ندارد. این آیات های تلاوت کرده ما همه اش به فضل و به کرم و به بزرگی دادن و پرداختن این زکات می کند و این آیات ها دلالت می کند که روزه یعنی زکات را پرداختن در ماه مبارک رمضان و غیرش فرق ندارد، در ماه مبارک رمضان باشد یا دیگر ماه، وقتی که وقتی دادن زکات میاد فرض است. روزه یعنی در ماه مبارک رمضان پرداختن این واجب نیست، بلکه در ماه مبارک رمضان یا پیش از این یا بعد از این وقتی که وقتی پرداختن زکات می آید، پرداختن زکات فرض عین است، باید پرداخته شود. بارک الله فیکم. و البته در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، البته از ابن عمر رضی الله عنهما روایت شده است و این حدیث صحیح است که میگویند سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيله. رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدم که میگفتند اسلام بر بالای 5 چیز بنا شده است. ستون اسلام 5 چیز است. رکن اسلام 5 چیز است. شهادت دادن بر این که نیست معبود بر حق بجز الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. رکن اول این است. رکن دوم برپا کردن و گذاشتن و ادا نمودن نماز. رکن سوم دادن زکات. هر کسی که زکات را نمیدهد رکن اسلام را نابود کرده است و شکسته است. و گذاشتن روزه و روزه داشتن و حج کردن خانه الله هر کسی که استطاعتش را دارد. و این لفظ بخاری است. بارک الله فیکم. و این چنین با لفظ دیگری در امام مسلم آمده است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که معاذ ابن جبل را به یمن میفرستند میگویند یا معاذ انک تأتی قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليهم شهادة ان لا اله الا الله فانهم اطاعوك لذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله فان اطاعوا لذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم الزكاة يؤخذ من اغنيائهم ويعطى لفقرائهم. یعنی ای معاذ ابن جبل تو به یمن به نزد اهل کتاب می روی، اولین چیزی که دعوت میکنی این باید به سوی توحید باشد، لا اله الا الله محمد رسول الله. پس این دلالت میکند که مهمترین دعوت به سوی توحید است. و بعد از اینکه به تو اطاعت کردن نماز به سوی نماز دعوت بکن. بعد از اینکه نماز را اقرار کردن به اونها تعلیم بده و بفهمون که الله سبحانه و تعالی به اونها دادن پرداخت مال معینی را زکات را فرض کرده است که از فقیرها گرفته از بایها گرفته و به فقیرها پرداخته می شود. بارک الله فیکم. البته روایت امام بخاری از ابن عباس است. ابن عباس روایت بخاری و قصه معاذ بن جبل را میکند. بارک الله فیکم. و این چنین در حدیث دیگر آمده است امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقامه الصلاه وایتاء الزکاه. ما به من الله سبحانه و تعالی امر کرد، یعنی امر شدم از جانب الله که مردم را به قتل رسانم تا که شهادت بدهند که نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد رسول الله، بر رکن اولی اسلام شهادت بدهند و بعد از این نماز را برپا جادند و بعد از این چی بکنند؟ زکات بدهند. و این همه دلالت میکند که زکات این رکنی چی است؟ اسلام است و این فرض است. و الله سبحانه و تعالی در آیات قرآن میگوید فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. اگر توبه کنند کافرها نماز خوانند روزه دارند اینها برادر اسلامی شماند. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. و اگر توبه کنند نماز خوانند روزه دارند راهشان را باز کنید. عموم بعضی از علما حتی مذهبی قسم از صحابگان این است که هر کسی که نماز را و زکات را مطلقاً ترک میکند فرقی ندارد از جهالت است، از قصدنگ است یا که از تکاسل و بی اهمیتی است، این کافر است میگن. اما مذهب صحیح والله اعلم در مسئله زکات این است که زکات را کسی که قصدن منع کند و بعد از این جحد بکند یا که پرداختن به خاطر نپرداختنش جنگ بکند البته این کافر شده است. اما تکاسلا از سبب بی اهمیتی 1 سال 2 سال ندهد کافر نیست. اما اگر همین چیزش دور و درا رود یعنی چندین سال
تکاسلی بکند ندهد، اما نماز خواند، در این حالت بعد از این کافر خواهد شد. بارک الله فیکم. و این البته مسئله مهم است که ما البته مسئله ترک رکن اسلام و حکمش به کفریانه و فرق نماز و روزه و حج و زکات همش را در حلقه های بیان مرتبه های ایمان و در حلقه های عقیدوی به شما بیان کردیم. بارک الله فیکم. پس زکات برادرم و خواهر بزرگوارم دادنش فرض است و زکات مال شما را حلال خواهد کرد. وقتی که یک مسلمان زکات نمی پردازد مالش حرام خواهد شد. پس برادر عزیزم، الله رب العزت و الجلال زکات را فرض کرد به اهل اسلام تا که در این دنیا عدل و موازنت باشد و تا که زکات دهنده اسلامش درست بشود، عقیده اش صالح بگردد، ایمانش درست و صحیح کامل بگردد. بارک الله فیکم. در حقیقت پرداختن زکات انسان را به درجه بالا میبرد. پس زکات یکی از بزرگترین و آشکارترین و مشهورترین عبادت اسلام است و از رکنهای اسلام است و یک نظام خاصی هست که مجتمع مسلمان ها را چی میکند؟ صالح میکند، درست میکند. یعنی همه بای، همیشه کیف و لذت و عیش و عشرت و همیشه قمبغلان در خواری و زاری نه، بلکه در مجتمع اسلامی بایها و غنیها، داراها دستگیرنده قمبغلان هستند. البته من 10 فضیلت پرداخت زکات را به شما ذکر میکنم. اولا زکات، پیش از این که 10 فضیلتش را به شما بیان بکنیم، زکات باید به کیها پرداخت کرده شود؟ بارک الله فیکم. الله رب العزت و الجلال به امت اسلام تعلیم داده است که زکات باید به کی پرداخته شود. زکات به 8 صنف، به 8 گروه انسان ها، به 8 نمود انسان ها یا به 8 نمود انسان هایی که این صفت را دارند، 8 نمود صفت را دارند، انسان هایی که این 8 نمود صفت را دارند پرداخته می شود و بغیر این به دیگر جا پرداخته نمی شود. الله رب العزة والجلال در قرآن المشان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین. صدقه یعنی زکات به فقراء، فقیرها و مسکینها، و بعد از این والعاملین علیها، به کسانی که چی میکنند؟ زکات مردم را جمع میکنند و زکات مردم را تقسیم میکنند، در همین مسئله کار میکنند. کار کنندگان برای تقسیم زکات حق خود را وقتی گرانده خود را میگیرند. والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. یکمینش فقرا، دومش مسکین، سومش عاملین عمل کننده ها، چهارمینش برای تألیف و به دست آوردن قلب ها، و پنجمینش و فی الرقاب، کسانی که به خاطر دفاع این امت به خاطر قتال و جهاد می روند، و پنجمینش به خاطر قرضداران، کسانی که قرض دارند و قرض خود را پرداخته نمی توانند، در قرض غوطه زده اند و مسلمانند، به اونها می دهید تا که قرض خود را بپردازد. و در راه الله، کسانی که در راه الله سفر می کنند، که البته این نمود انسان ها گروه زیاد است. بارک الله فیکم. پس این فرض از جانب الله است و الله علیم است و حکیم است. ببینید الله سبحانه و تعالی اول فقیر را گفت، بعد مسکین را. مسکین و فقیر به اختلاف در بین علما کدوم شدیدتر است. بعضیش میگن مسکین از فقیر شدیدتر، قمبغلتر است. بعضی میگن فقیر از مسکین سختتر است. لیکن عموم مسکین و فقیر هر دوش قمبغل و حاجتمند است. عامل الزکات، کسی که زکات مردم را جمع میکند و این را حرکت کرده به انسانهای حقیقی که به همین ارزنده زکات هستند میپردازد و مشغول به همین اداره همین چی است؟ تقسیم زکات است. اونها از این زکات اگر آیلیک خود را، یک اجره خود را گرن جایز است. مؤلفه قلوبهم، مؤلفه القلوب یعنی به خاطر به دست آوردن بعضی از قلبها، و فی الرقاب
فک الرقاب یعنی فک اصلا رقاب یعنی برای آزاد کردن غلامان، برای آزاد کردن محبوسان، برای آزاد کردن مسلمان از اسارت، برای قرضداران. ششمینش غاریم و فی سبیل الله، و فی سبیل الله در راه الله کسایی که برآمده اند برای نصرت دین الله، و ابن السبیل و کسانی که یتیم هستند، ابن السبیل هستند. یعنی در اینجا خاص کسانی که مجاهد هستند. بعض از علما یتیم لیکن قول راجح مجاهد هستند، مجاهدایی که تطوع میکنند به خاطر الله میبرند، جند الله سبحانه و تعالی هستند. پس برادران و خواهری بزرگوار، به همین 8 گروه شما حق پرداختن زکات را دارید. اما امروز بعضی از انسان ها زکات خود را برای مشهور شدن، برای در نزد طاغوت ها و کفار و منافقین یک درجه مرتبه پیدا کردن، برای بنای مکتب، برای بنای چایخانه، برای درست کردن اسفالت و راه میپردازند. این نادرست است و این زکات شما را به جا نمیآورد. تا امروز کسی که زکات خود را برای درست کردن اسفالت، به جا آوردن چایخانه، یا به جا آوردن کوپروک، یا به جای درست کردن مکتب پرداخته است، باید داند که زکات 2-3 سالینه که در این راه داده است گشته از گشت دوباره بپردازد. در حقیقت همین است. وقتی که الله رب العزت و الجلال در قرآن گروه ها را معین میکند، صفت های آنها را بیان میکند، یک ای برادرم و مسلمان، تو چه حق داری که میبری زکات خود را به اسفالت میگذاری، به مکتب میگذاری، به مسجد میگذاری، به یک جای دیگر میگذاری؟ الله گفت به فقیران داده شود، میبری حق فقیر را به دیگر میدهی. این جایز نیست و این شدیداً این را باید منع کرده شود. امروز میلیون ها پولی بای ها جمع می شود و می رود به دستگیری طاغوت ها در جایهای غیر مکانش، در جایهای نامناسب که الله سبحانه و تعالی از اون جایها راضی نمیشد گذاشته می شود. پس ای مسلمانی زکات دهنده، پیش از اینکه زکات خود را میدهی فکر کن که این زکات را به کجا بدهم و چگونه بدهم. و خطاگی دوم و عرف عادت باطل فساد دوم در بین ملت تاجیک این شده است که زکات را بیگانه نکن. یعنی زکاتت را اولا به برادرت، به خواهرت، به عمک بچه و خویش و تبارت بده. در حالتی که این برادرت و عمک بچه و خویش و تبارت مال دارد، پول دارد، کتیج دارد و خانه دارد و قصر دارد، ماشین دارد، پول دارد، کار دارد، این احتیاج زکات خوردن ندارد. اما این اوالی مسلمان بیچاره میخواهد که زکات خود را چی کند؟ از اهل عائله‌اش بیگانه نکند. نه، این زکات نیست، این حساب زکات نیست. زکات را اول به محتاج ترین بده، به فقیر ترین بده، به مسلمان نمازخوان بده، برای کمک نصرت دین الله بده. زکات بده تا که دین الله پیش برود. به طالب علم علما بده، به علمایی که میلیاردها جمع کرده است نه، به طالب علم بده که در این روز طالب علم نه معوا دارد، نه کمک کننده دارد، نه کار دارد، نه یک زمین دارد که در اونجا زندگی بکند. بپرداز به طالب علم تا که دین الله را پیش ببرد. بارک الله فیکم. و بعد از این قاعده غلط دومی تاجر و پولداران بعضی از اونها این شده است که میگویند ما قرض داریم زکات نمیدهیم، و بعضی از اونها اعوذ بالله من ذلك 10 میلیون پول دارد. وقتی که ماه رمضان نزدیک می شود 2 ماه 3 ماه پیش به یک کسی 100,000 قرض میدهد، به همون تمام. بعد از 2 ماه رفتن ماه مبارک رمضان با قرض را میگیرد و زکات خود را نمیدهد و میگوید که من قرضدار بودم، یا که از من قرضدار بودن انسان ها، یا که من قرض داده بودم، یا که من قرضدار بودم. همچنین گپا، یا قرض میگیرد یا قرض میدهد. ما میگیم هر دویش هم باطل است. انسان اگر 1 میلیون 10 میلیون پول داشته باشد، یا که انسان اگر 300-500 هزار دلار پول داشته باشد، یا 500,000 روسی پول داشته باشد و 20,000 قرض گرفته باشد، این حساب نمی شود، باید زکات بدهد. قرض به یک کس داده شما یا قرض گرفته شما پیش زکات شما را نمیگیرد، باید زکات بدهید. از این حله نیرنگ ها دور باشید. بارک الله فیکم. میلیون ها پول دارد اما قرض 100,000 خود را نمیدهد، میگه که من قرض دارم، به من زکات واجب نیست. این حله نیرنگ شما در اسلام
هیچ کاری را کرده نمیتواند. الله بیننده است. و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین. مکر کردند و الله این مکر کنندگان را مکر کرد و الله بهترین مکر کنندگان است. و اما الله را صفت مکر نمیدهیم. الله مقابل مکر کننده ها مکر میکند اما صفت مکاری ندارد. الله مکار نیست اما الله مکاران را فریب میدهد به علمش و حکمتش. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، صدقه را بجایش بده. صدقه را من فکر میکنم امروز بهترین صدقه گیرندگان این مهاجران، یعنی کسانی که از امت اسلام مهاجر شده اند و نان خوردن و پول جای خود زندگی کردن ندارند. وقتی که در تاجیکستان است، در خانه اش است، اقلا پول خوردن ندارد، مال خوردن ندارد، اما در تاجیکستان خانه دارد. بعضی از مهاجران را دیدم که پول خوردن هم ندارند، جای خواب هم ندارند. و بعد از این دومین کسانی که باید به آنها پرداخته شود طالب علم و علما، اون کسانی که نصرت دین الله سبحانه و تعالی را پیش میبرند، به آنها پردازید تا که آنها راه دعوتی خود را قوی بکنند، تا که آنها از دیگر انسانها پول نطلبند، طمعگر نباشند، دعوت را خالصانه به خاطر الله بکنند و آرامانه دعوت بکنند و مشغول برای جمع کردن پول مال نشوند، بلکه مشغول به نشر دین، مشغول به رسانیدن، مشغول با تألیف و تصنیف و ترجمه کردن باشند. اما وقتی که امت اسلام بایها از کمک کردن علما و طالب علم، از دستگیری کردن قمبغلا و از پرداختن زکات خود دور هستند، این دین چگونه نصرت می‌یابد؟ پس ای اغنیا، ای بایها، شما در گردن خود وظیفه بزرگی دارید. این امت اسلام پیشرویش در دست شماست. این ملت تاجیک پیشرویش، این شما سبب هستید. پیشروی در دست شما، عقب روی اینها هم سبب شما هستید. وقتی که شما به طالب علم علما نظر نکردید، وقتی که در نزد شما طالب علم علما قدر پیدا نکرد، البته من طالب علم اهل سنت را در نظر دارم، اما طالب علمی که یا که علمایی که صوفی باشد، اشعری باشد، ماتریدی باشد، رافضی باشد، مرجئه باشد، به اون کمک کردن گناه است. پس وقتی که شما از نصرت دین دست کشیدید، این اسلام چگونه نصرت پیدا میکند؟ والله من این سخن را نمیخواستم بگویم، شاید که بعضی از انسان ها گمان کنم که من خودم طمع کرده شدم. والله بالله تالله من نیاز به کسی ندارم و طمع هم نمیکنیم. الله ما کریم است و رزاق است. اما دیشب یک برادری به من نصیحت کرد و گفت باید این گفته شود. تا امروز مدتی 3-4 ساله که دعوت میکنیم این سخن را نگفتیم، چرا که گمان نکنند که ما طمع میکنیم. والله طمع نیست. اما وقتی که حال زار امت را میبینیم، وقتی که حال زار ملت تاجیک را میبینیم که از یک طرف رافضه میلیون ها پول را صرف میکند که مردم را رافضه بکند. خودم والله مشاهده کردم که سفارت ایران در تاجیکستان تاجیکان قمبغل را توی میکند، تاجیکان قمبغل را زن میگیرد میدهد، به اونها هدیه کامپیوترها میدهد و به اونها را به ایران برای شهر اصل خودشان را گذرانیدن میبرد. مرجئه ها کار دارد، خوارج کار دارد، اما اهل سنت و الجماعت کار ندارد. دموکرات یا کمونیست کار دارد، پیش اسلام را میگیرد، اما اهل سنت و الجماعت غریب است، معوای ندارد، پشتیبان ندارد، دعوتی سایتی خاصی ندارد. پس سببش این شما تاجران هستید که امروز این طالب علمان همه پراکنده و همه شکست خورده و همه در حالت مشغول زندگی خود هستند. از شما کسی پول مال شما را طلب نکرد. حق قمبغلان را، حق فقیران را، حق مستحقان را که الله برای شما فرض کرده است این را بدهید، به جایش رسانید. به اسفالت، به کوپرو کردن، به مکتب ساختن زکات مدهید. زکات را برای نصرت دین، برای سیر کردن فقرا بپردازید. برای اون صوفی هایی که شکم هایشان از پول مال دمیده است، کتیج هایشان به چندین عدد رسیده است، برای اونها زکات ندهید. برای یک بیچاره مسلمان فقیر اول زکات بدهید، به یتیم زکات بدهید و بعد از این که فقیران و یتیمان بیوزنها از شما خالی شدند، بیوزنها را زکات بدهید که زنا نکنند. بعد از این طالب علم را، علما را نظر بکنید
تا که طالب علم علما به این زکات شما دعوت را پیش برند، هم زکات و هم دعوت. بارک الله فیکم. پس این بود سخن چند از زکات و با همین این حلقه را به پایان می رسانیم و در حلقه دیگر فضیلت ها 10 فضیلت یا 15 فضیلت را در پرداخت زکات، فضیلت های پرداختن زکات به شما بیان خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.